مقامات اگنتی خدمت دولتی میگویند صاحب مقام بودن فرزندان امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان درست و قانونی است. رئیس اگنتی روز 12 ایول مسئله منع خدمت یک جای خویش و تبارها در مقام‌های دولتی را در یک نشست خبری شرح داد. در جمهوری تاجیکستان قانونگذاری درباره خویشاوندان رشد نکرده است و طلبات امروزه جوابگو نیست. رهبر اگنتی از آزاده رحمان دختر رئیس جمهور که مقام رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت را دارد مثال آورد و گفت که فعالیت یک جایش با پدر خلاف قانون نیست. برای چی در امریکا میشده است؟ برای چی در آذربایجان میشده است؟ فرزند پرزیدنت هم حقوقی فعالیت کردن دارد. باید در یگانجا کار کند. از روی منطقی ندرست از تاجیکستان برآمده روند. قانون درباره مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان خدمت یک جایه یا تعیین خویشاوندان نزدیک به وظیفه‌های دولتی را که به همدیگر تابع می باشند ممنوع می کند.